رویت پریده است. یووز خیر؟ یعنی وای چی؟ بچه ها زودتای کار نبر آمدند. یووز گریخته است. گریخته است؟ چی طور وای می گریخته است؟ چی طور راه یافته است از این قدر آدم؟ خدایا چی طور از آن آدم خلاص شویم؟ میابیم را. آخه او جاویدانه نیست کو. انا با این من باوری ندارم. گوش کن طریق. ملاقاتی که فردا برپا می شود نهایت مهم است. اون نباید با ما خلال رساند. ما امنیتمون را پرزور کردیم. وای ما را پیدا کرده نمیتواند. کسی درک نیافته ما این مسئله را حل میکنیم. امیدوارم که همین طور می شود. از طرف شمال حمله کرده موافق است، چون که آنجا همگی 3 نفرند. این بی نهایت بنای کلان است. در بیرون 5 نفر. در درون نمیدانیم که چند نفرند. از طرف پشت بنا هم آدمانی زیادند. اگر درگان گریزد شاید از پشت گریزد. برای آن که وی نگریزد ما باید فکر پشت بنا را هم کنیم. اگر یک نفرمون از پشت میرفت خیلی خوب میشد. شکارچی حل میکند. بله قماندان. این رو شکارچی حل میکند. نمیدانم قماندان. او از دشت می برآمده باشد، ولی یقین است ما را تنها نمیگذارد. تا آخری عمرش در بر ما بوده، بر ضد دشمن جنگید. حالا ما را ترک نخواهد کرد. با گنجه نشان گرفته همه را یک یک قیر می کرد. وی جای موافق نمی جست. حتی با چشم پوشیده می پراند. یادتان است یک زمان همه امان را بسته بودند. با او تپانچه دادند. چشمانش بسته بود قماندان. چیزی را نمیدید قماندان. اما ما نمی ترسیدیم، چون که می دونستیم که او شکارچی است. همین طور نه نواز کرد. بله قماندان. چی گپ شد؟ آن ستیل رنگ را دیدی؟ پران که بالای دوستانت ریزد.
ما را هم در آنجا گذار. چرا ما را در اینجا نگاه می‌داری؟ ایستد. حالا نوبت شما هم میرسد. من با این بازی تو توف کردم. خدا گوی که ما زنده نبرایم، وگرنه با تو چنان بازی میکنم که هیچ گو فراموش نمیکنی. به فکرم تو از دست دوستت میمیری. اگر سخنی گفتن خواهی بگوی. از دست تو بر این ترسانچک مردن بهترش که من از دست دوست بمیرم. چشمانت را کلانتر کشا، نغزتر ببین. با دوستان ودا کنید.